عزیز، با شما هستم مثل هر وقت دلجوی خطلون در کانال خکر پک. ویدیوی امروزه ما در باره خوندن سابشنیا از تلفن دیگر نفر، یعنی یگان کسا میخواهیم که در نظارت خدمت بگیریم کنی با کی گپ میزند، چی کار میکنه در سابشنیاش شما دا نشون میتم. با گوگل خروم وارد میشویم و چنون سایتی که در بالا میبینید با انا همین سایت وارد میشویم. خوب کم اینترنت ما سستر است برادرو، منتظر میشویم تا که همین پورا کشاده شود. خوب اکنون برادرو چنانه که میبینید با پایان میایم получить бесплатное предложение. چنانه که دیده ایستاده بالای هم ده بار زیر میکنیم، کمی منتظر میشیم. الکی برآمد بسپلانی SMS کامپیوتر، همین را установка میکنیم. 314 مگابایت است، در تلفن установка میکنیم. خوب چنانه میبینید برادرو скачать رفته ایستاده است. تو скачать شدن ایرا ما ویدیو را پاوزا میکنیم، یعنی که وقت شما را هم اونقدر نمیگیریم، بعدا دوام میتیم ویدیو را. خوب برادرو скачать شد، الکی установка رفته است. تا установка شدنش منتظر میشیم. این پروگرام را برادرو در همون تلفنی که میخواهید نظارتش کنین در همون установка میکنین، در تلفن خودتون. ما برای مثال در تلفن خودم установка کردم، یعنی سابشنی خودم بینم. از شما میتونین در تلفنی که میخواهین امور نظارت کنین در همون установка میکنین و بعدا открыть میکنیم. اوکی، разрешить باز هم разрешить. خوب در اینجا برادرو اکاونت میپرسه، یعنی که اکاونت خودتون میمونین و همین نشونه که میبینید یک بار زیر میکنید و باز منتظر میشویم. در اینجا برادرو تلفن انتخاب میکنیم و کمی منتظر میشیم. الکی برادرو پروگرام ما کار داد اومد و دوباره باز وارد میشویم با گوگل خروم، یعنی که همین سایت بود با همین میدرویم و این دفعه پولنی ورسیا قطعی میدرویم، نه پولنی ورسیا. خوب برادرو نشونه که از بالا میبینید انا همین سیگن این نویسندگی است. من که انگلیسی را نمیفهمم و همین خاطر خیلی نمیدانم پریواد روسی الکی اینترنت کیسیست که است پریواد نکرده است. در همین زیر میکنیم یک بار. خوب انا چنونه میبینید برادرو الکی براورد SMS های ما را سال همین خطی که گبزه امسال های واتساپ، گوگل
و دیگر مثال همشه برآورد. باز از اینجا ما چی کار کرده میتوانیم؟ از اینجا میتوانیم که کانتکتاش بینیم. مثال کی است در کانتکتاش، همه نمرش میتونیم بینیم و باز ذریعه تلفن هم میتونیم بینیم. یعنی که تلفن چقدر ذریعه داره، تلفنش، یا اینکه با همراهی کی به SMS صحبت میکند و در کانتکتش نمرهای کی هست. در اینجا صورت و ویدیوها گفتگی است، اما نشان نمیتد. نمیدونم سببش در چی است، یکی نشان نمیتد. افسوس که همین قدر جای همین نشان نمیتد. اگه دیگر یگان کارش پنهان نمیمونه. خب سابشنی ها را از بالا میبینی و یعنی که چی نوشته است، با همراه کی نوشته است و میتوانی که جواب تی یگان چی بنویسی. خب برادران عزیز، ویدیوی امروزه ما بود. اگر با شما معقول شده باشد ویدیو، حتما لایک مونید، در کانال پادپیسات کنید و فکرهای خود را در کامنتاریا نویسید. باقی در پناه یزدانی پاک باشید.